غافل مشو ای بنده که عمرت دوباره نیست. ذکر خدا بکن که از مرگ چاره نیست. در زندگی بکوش که فرصت همین دم است. در زندگی بکوش که فرصت غنیمت است. زیرا که روز مرگ به کس آشکار نیست. زیرا که روز مرگ به کس آشکار نیست. در دامن دشت دانه نیست ما را، آمد اجل و بهانه نیست ما را. آمد اجل و سر به بالین کردیم. صد وای در نشانه نیست ما را. آمد اجل و سر به بالین کردیم. صد وای در نشانه نیست ما را. چرا غم میخوری از بهر مردن؟ مگر آنان که غم خوردن نمردن؟ برو بر کنج قبرستان گذر کن، ببین که مردگان با خود چی بردن. ببین که مردگان با خود چی بردن. چون اجل آید برایم مصلحت در کار نیست. این چون این سودای بی پول در یگان بازار نیست. می روم با 100 هزاران حسرت و درد و الم، درد و الم. جسم و جانم را دیگر هیچ قوتی آزار نیست. در میانی کوچه باغی آتشی پرماجرا، جز خدا و مصطفی بر ما کسی غمخوار نیست. جز خدا و مصطفی بر ما کسی غمخوار نیست. روز و شبها دود آهم رستم عالم گیرد. گر نصیب گردد جمال ما را غمی سختار نیست. گر نصیب گردد جمال ما را غمی سختار نیست. افسوس که گلرخان کفن پوش شدن، از خاطری هم دیگر فراموش شدن. آنان که به 100 زبان سخن می گفتن، رفتند و به زیر خاک خاموش شدن. رفتند و به زیر خاک خاموش شدن. اللهم صل و سلم و بارک علیه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا
يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. دیلا این عالمی فانی به یک مردن نمی ارزد، به دنیا آمدن به زحمتی رفتن نمی ارزد. اگر 100 سال در دنیا همه شهد و شکر نوشی، با آن 1 ساعتی تلخی جان کندن نمی ارزد. می رسد روزی که ما را مرگ مهمان می شود، خانه آبادی ما آن روز ویران می شود. چون بمانند قامت زیبای ما در زیر خاک، می شود پوسیده و طعام کرمان می شود. اللهم صل وسلم وبارك عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.